سلام، ادامه میدیم آموزش زبان C++ رو و در این درس اوید ماسیف ها گفته میگذاریم. خب ماسیف چیست؟ ماسیف هم به مانند تغییربنده می باشد. فرقیت ماسیف در آن است که اگر ما تغییربنده این یک کانتینر باشد، ماسیف این یک گروه کانتینر ها می باشد که هر یک کانتینر مثلا با نام معین، یعنی که گوییم که 1 2 3 4 جدا شدند. مثلا گوییم اگر ما اعلان کنیم تغییربنده A، این می شود یک کانتینر. اگر اعلان کنیم که int A و در داخل قوس های کنجی مثلا 5 نویسیم، این الکی می شود 5 کانتینر. مثلا ما می توانیم گفتن که A برابر 2. اگر ما خواهیم که در یکم باید یک چی رو گویم که ماسیف ها عادتا از 0 سر می شوند، یعنی که I 0 مثلا برابر 3، I 1 مثلا برابر 2. یعنی که ماسیف این تغییربنده بوده است. فقط فرقیتش از تغییربنده عادی در آن که در این نمود تغییربنده ما میتوانیم دلخواه مثلا شماره با یک نام گویا که کانتینر ها را معین کنیم. یعنی که نام I 0 این یکم کانتینر، A1 این دویم کانتینر، همه نامش یک است اما فقط کدش، یعنی که رقم با ترتیبش، یعنی که نامی که ما با هر یک جزئی همان ماسیف گوییم، همان هر یک قسمی معینی همان ماسیف مراجعه میکنیم با چی؟ با کدش. یعنی که اگر ما گیریم یگان مثلا یک دام در داخل آن همه چی گویم کوارتیره ها یک خیل ساخته شدند. همه کوارتیره های یک مثلا میگیریم همون دام یک خیل ساخته شدند، یعنی که دام یک و در آن مثلا میگیریم 50 کوارتیره است. من چی میگم؟ دام یک کوارتیره یک، دام دو، دام یک کوارتیره مثلا 50. ماسیف هم همین خیل است. برای خاطر که مثلا شما در دام یک در کوارتیره 3 یگان مثلا چی گویم، مثلا یگان آفیس شاید شما می نویسید که آدرس مثلا دام یک کوارتیره 3، یعنی که همون گویم که اگر دام این ماسیف باشد، هر یک کوارتیره اینها کانتینر، اینها جزهای همان ماسیف. برای خاطر که به هر یک کوارتیره ما مراجعت کنیم، ما باید چی گوییم؟ نام کوارتیره رو گوییم. انکنون ما عادتا نام کوارتیره ها رو مثلا رقم کوارتیره ها رو از 1 سر میکنیم، اما ماسیف ها در C++ باشد از 0 سر میشوند. یعنی که I 0 این آن معنا رو دارد که نولم الیمنت، یعنی که نولم جز، نولم کانتینر، یعنی که نولم کوارتیره در همان دام. خب به همین طور شما باید یک چی رو دانید که آن کوارتیره ها همش یک خیل هستند. برای چی؟ برای آنکه متریال یک خیل است، یعنی که int، یعنی که همه الیمنت هایی که مثلا این ماسیف قبول میکند همش چی هستند؟ همه قیمت های قبول میکردهش عدد های بوتون هستند. برای آنکه ما در نمود چی؟ عددی بوتون. اگر ما مثلا فلات گوییم، همین الیمنت ها با نمود چی؟ فلات میکسرند. خب همین طور در C++ اول نام داده شده، یعنی که در کدام نمود داده شده باید ماسیف ساخته شود و بعدا نام ماسیف و در داخل قوس های کنجی شماره الیمنت های در همان ماسیف موجود بوده رو نشان میدن. مثلا بیایید به همین ماسیف A5 قیمت میبخشیم. برای این چی کار میکنیم؟ برای این ما میتوانیم گفتن I0 برابر با چی؟ با 1 نقطه ویرگول. همین طور ما به همه الیمنت های در همین ماسیف بوده مثلا قیمت میبخشیم.
i0 i1 i2 i3 i4 اینچنین i5 و میگیم که 18 15 4 9 13 3. خب اکنون برای خاطر که همه این قیمت های ماسیو رو در اکران براریم می نویسیم که سی اوت ا در داخل قوس‌های کنجی 0 نقطه ویرگول. خب بیاید میگیم که در داخل ناخنک می نویسیم که ای 0 برابر اینجا می نویسیم که به ناخنک ای 0. بعدا میگیم که end l نقطه ویرگول. همین طور میگیم که i1 i2 i3 i4 i5 میشود. خب بعد میگیم که این در اینجا i2 i3 i4 i5 چه خطا کردم؟ i1 i2 i3 i4 و 5. خب F5 رو پخش میکنیم و میبینیم که چی حاصل میشود. خب چه خیلی دیده استادید i0 یعنی که الیمنت 0 برابر به 1 یکم برابر به 18. خب چه خیلی که ما داخل کردیم همین خیلی. اکنون دیگر راه یعنی که برای کار با مسیح ها از همه خوبتر این که اپراتور سیکلی رو ما استفاده بریم. بیاید استفاده میبریم for int e برابر از 0 e خوب است خورد یا برابر با 5. برای چی با 5؟ برای که ما در مسیح 5 الیمنت داریم. e پلس پلس نقطه ویرگول e پلس پلس و قوس برای تنه فارو میکشه و در اینجا چی میگیم؟ میگیم که سی اوت قیمت آی ای را داخل کنید. خب بعد میگیم که سین نگاه کنید الکی ما چند سطر رو چی اختصار کردیم. یعنی که برای داخل کردن دلخواه مسیو مثلا اگر بگیم که از 100 الیمنت عبارت باشد شما تنها چند 1 2 3 4 5 سطر می نویسید و شما میتونید در این 5 سطر الکی مسیوی که عبارت از 100 یا که 1000 الیمنت است پر نمایید. این هم با چی؟ با کمک اپراتورهای سیکلی. خب برای به اکران برآوردن باز هم استفاده میبریم از اپراتورهای سیکلی. مثلا اینت ای برابر از 0 ای خورد یا برابر با 5 بعدا ای پلس پلس خب در اینجا میگیم که سی اوت ای خوب است مثلا برابر ای. خب اینها رو همش تازه میکنیم. F5 رو پخش میکنیم. خطاگی در چیست؟ خطاگی رو اصلاح میکنیم. برای چی خطاگی داد؟
شاید خطاگی ما در اینجا باشد، یعنی که وقتی که ما قیمت داخل میکنیم ما اینجا باید نشان دهیم که در کدام الیمنت ما قیمت نه خطاگی دیگر. بیاید در اینجا میبینیم که چی خطاگی داده استاده است، یعنی که قوس های کنجی. من این قوس که مثلا خوب است، ما در اینجا بعد از اون که فور نویسیم سیکل را استفاده بردیم، ما پوشیدیم قوس و تنه سیکل را و میگذاریم به ادامه کار. خب قیمت A0 را داخل کنید. خب بیاید من برای خاطر که قیمتی که ما داخل میکنیم از نوشتجاتی که داخل کنید جدا استاد، من در اینجا 2 نقطه میمونم و 2 ناخنک، یعنی که جای خالی. ببینید مثلا سه این قیمت A0 یعنی که یکم الیمنت، یکم کانتینر گویم. دویم کانتینر مثلا 4 6 سهمش 7 چهارمش 8 پنجمش مثلا 1. خب چخیلی که دیده استادید I0 برابر به 3 I1 برابر به 4. خب اون کاری که مثلا با یک چند سطر بود در اینجا باشد ما اختصار کردیم و این اگر شما مثلا 1000 یا که مثلا زیاده از 100 الیمنت اعلان کنید بسیار کار را چی آسان میکند. خب بیاید در عمل یگان کار را اجرا میکنیم. مثلا مثال شدنش ممکن که مسیوی ای مثلا 5 داده شده است. سومه مثلا الیمنت های همین مسیو را حساب کنید. یعنی که ما مسیو را داخل میکنیم و 5 الیمنت و سوم هر یک الیمنت را، سوم همه آن الیمنت هایی را که در همین مسیو هستند حساب میکنیم. مثلا دام هست، یک دام نامش مثلا 1 دام، یا مثلا میگیریم که خب بیاید دام 1 و در همون دام 1 50 کوارتیر هست، یا که بیاید 5 کوارتیر هست. در هر یک کوارتیر مثلا گویم که آدمان زندگی میکنند و سوال به میان میاد که شماره همون آدم ها را حساب کردن هر کار، یعنی که در همین دام در همین یک دام 5 حجره است، یعنی که اگر دام این مسیو باشد هر یک حجره این الیمنت های مسیو و ما باید حساب کنیم که در همان دام چند آدم زندگی میکنند. خب ما چیکار میکنیم؟ میریم اول با یکم کوارتیر در رو تق میکنیم. بله شما چند نفر هستید؟ و یا میگن که ما مثلا اینجا 2 نفر زندگی میکنیم. خب حجره 1 2 نفر، میریم به حجره 2. شما در حجره چند نفر زندگی میکنید؟ ما مثلا 4 نفر. خب حجره 2 4 نفر، 4 و 2 میشود 6. حجره 3 شما چند نفر؟ 3 نفر. خب همین طور ما چیکار میکنیم؟ با هر یک مثلا کوارتیر مراجعت میکنیم و در آنجا قیمت بودگی را چی شماره همون آدمان را گرفته برای خودمون مثلا در یک اونجا ضبط میکنیم. خب در اینجا باشد ما برای خاطر مثلا شماره این المنت ها رو ضبط کردن چیکار میکنیم؟ یک تغییر یابنده دیگر اعلام میکنیم، میگیم که فلات مثلا سوم. خب نقطه ویرگول و قیمت اولش رو میگیم که برابر به 0. خب وقتی که ما مسیو رو داخل کرده شده مثلا یعنی که همون کوارتیرها آدمش هست، خب ما چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم با پرسیدن، یعنی که چی خیل. ما میگیم که سوم برابر سوم پلوس ای. نگاه کنید وقتی که ایمو برابر به 0 است، نولم الیمنت
نولم الامنت ماسیو یعنی که کوارتیر نول در دفتر، یعنی که اگر سوم این تغییر یابنده، یعنی که اگر ما این رو همچون دفتر گوییم، مثلا در دفتر ما می نویسیم که کوارتیر مثلا 0 کوارتیر 1 چند 4 آدم دارد یا که 2 آدم دارد. خب بعدا قیمت ای یک واحد زیاد می شود، ای یک کرده میشه الکی کوارتیر دیگر. خب به همین طور ما همه اون معلومات هایی که مثلا در ماسیو هستند، در الیمنت های ماسیو، همونها رو به تغییر یابنده سوم می بخشیم و در آخر میگیم که سیاوت یعنی که سوم الیمنت های در ماسیو بوده برابر با چی؟ برابر با سوم، برابر با سوم اند ال نقطه ورگل. خب F5 رو پخش میکنیم. ده 5 خب 5 4 3 2 1 مثلا 0 میبینیم 15 5 و 4 9 9 و 4 13 13 2. خب برای چی 5 و 4 9 12 14 15 بله درست است. یعنی که ما سوم الیمنت های در ماسیو بوده را چیکار کردیم؟ جمع کردیم. همین طور چی خداگیم رانده خب همین طور ما چیکار کردیم؟ الیمنت های در ماسیو بوده را چی حساب کردیم. همین طور شما میتونید مثلا عمل های ضرب تقسیم خوب دلخواه عمل ها رو با چی ماسیو ها اجرا نمید. و باید یک چیز رو گویم که مثلا شما میتونید در اینجا گفتن که ای برابر 1 یعنی که شما الکی نولم الیمنت در ماسیو بوده را چی انکار میکنید، یعنی که در این حالت نیز برنامه کار میکند. مثلا میگیریم 4 5 6 7 یعنی که آی 1 آی 2 آی 3 آی 4 آی 5 آی 0 الکی چی نیست، آی 0 وجود ندارد، اما آی 0 که شما این کار کردید و در خاطره جا رو ثبت میکند و خوب میشد که اون رو استفاده بریم. مثلا چه خیلی گویم دوم 1 کوارتیر ها دارد از 0 سر میشود، مثلا کوارتیر 0 1 2 3 4 5 اما شما مثلا همون کوارتیر 0 رو استفاده نمیبرید. کوارتیر 0 در این دوم وجود دارد و یک جای معین رو بند کرده شده است. خوب میشد که اگر استفادهش برید، اگر استفادهش نبرید یک چی گویم یک باری زیادتی. خب این چیز نه اونقدر مثلا چی گویم چیزی مهم است نه، اما دانستن شما بسیار ضرور است که یعنی که چنین یعنی که الیمنت رو مثلا یگان الیمنت مثلا رو استفاده نبردن ممکن، ولی آن یگان خاطره معین رو در یگان جای معین رو در خاطره چی ضبط میکند. خب باز چی خیلی نمونه شدنش ممکن. خب بیایید چی کار میکنیم؟ نیا که گمان میکنم این بسنده است. خب باید ماسیو ها برای آینده نیز گفتم میگذاریم و برای معلومات عمومی پیدا کردن شما گمان میکنم این کافی است. خب با همین با شما خداحافظی میکنم.